من معرفی میکنم خدمت شما چهره ماندگار ایران در معماری، چهره ماندگار ایران در مهندسی راه و ساختمان، مؤلف 87 جلد کتاب و 220 مقاله ملی و بین المللی و کلی رزومه دیگه. جناب آقای پروفسور محمود گلابچی با افتخار ما اینجا میزبانشون هستیم و مهمان ما هستن در برنامه صبح بخیر ایران. آقای پروفسور سلام، صبحتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و همه بینندگان عزیز برنامه بسیار خوب صبح بخیر ایران. زنده باشید. برای همه شما و اونها آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. باعث افتخاره که میتونم در کنار شما باشم و این گفتگو رو تقدیم بکنیم به بینندگان عزیز انشاءالله. یه مقدمه ای رو من گفتم پیرامون بحث معماری، توجه به اصالت معماری در ایران و حالا پیشرفت هایی که در این حوزه داره اتفاق میفته. میخوایم که از زبان شما شنونده باشیم چند دقیقه رو. من حالا در خلال گفتگو سوالاتی رو هم خواهم پرسید. بله، معماری ظرف زندگی است. در واقع ما در زمانی که طراحی معماری انجام میدیم شرایط و موقعیتی رو برای انسان‌ها که ده‌ها سال در اون خونه، سالها در اون مدرسه و زمانهای بسیاری در اون فضا به سر خواهند برد و طراحی میکنیم. به همین جهت همونطور که شما هم فرمودید معماری بسیار بر زندگی، بر کیفیت حیات و رفتارهای انسان‌ها تأثیرگذار هست و اصولاً معماری آمیزی است از هنر، مهندسی و علوم انسانی. به همین جهت معماری نقش بسیاری در جامعه، در محیط و در کیفیت زندگی انسان‌ها داره. شما به خوبی اشاره کردید که معماری باید به باورهای انسان‌ها، به سنت‌های اونها، به اقلیم اونها، حتی به کیفیت زندگی اونها توجه دقیق بکنه تا اینکه فضایی رو برای زندگی به عنوان خانه، مدرسه، دانشگاه، فضای کار تأمین بکنه که اونها در بهترین موقعیت بتونن از اون فضا استفاده بکنن. و همین جهت معماری یکی از مهمترین جنبه ها و یکی از مهمترین حوزه هایی است که بر زندگی ما، بر سیمای شهرهای ما، بر کیفیت فعالیت های ما تأثیرگذار است. حتی بر رفتار ما در اجتماع خیلی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. اگر برگردیم به پیشینه معماری میبینیم که ما ایرانی ها اتفاقا حرفای زیادی در این حوزه برای گفتن داشتیم و داریم. شما در بناهای تاریخی این کشور هر جایی رو میری نگاه میکنی اولین نکته‌ای که جلب توجه میکنه معماری و سبک ساختمونه. در آثار تاریخی و باستانی، در همه آن چیزی که تاریخ و فرهنگ این کشور رو داره روایت میکنه، معماری گل سرسبده. چون از جلوه بصری و نظری آدم رو به اون آرامش میرسونه. تلفیق رنگ ها با هنر ایرانی باعث شده که ماندگار بشه. میخوام که هم از این تاریخچه برای ما بگید و هم جلوتر که داریم میریم برسیم به عصر حاضر معماری، بحث تکنولوژی در معماری. الان که دیگه هوش مصنوعی و مسائل اینجوری به معماری داره کمک میکنه، چه اتفاقی قراره بیفته؟ بله، به درستی اشاره فرمودید. ما یک تاریخ پرشکوه و پر افتخار در معماری کشورمون ایران داریم. بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از انسان‌ها در جهان کشور ما رو با آثار معماری اون میشناسن، چون حقیقتاً ما در طول قرن‌ها در قله‌های معماری، شهرسازی، حتی فناوری در جهان بودیم و معماری ما، هنر ما یکی از مبانی افتخار مردم ما و سرزمین ما در جهان بوده و هست. من در خیلی از کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد ایران و معماری ایران صحبت می‌کنم، از یافته‌های این معماری، از ویژگی‌های او، مثلا از بادگیر که یک روش تکنولوژی پاک برای تأمین شرایط آسایش درون خانه هست، تا کیفیت‌هایی که در هنر ما، در معماری ما، در اون آرامش درونی بناهای ما هست، واقعا جهان متمدن به شگفتی وادار میشن که ما چقدر در معماری دارای آثار درخشان، اندیشه دقیق و توانمندی بسیار داشتیم. این البته در تاریخ ما یکی از ویژگی‌های استثنایی سرزمین ماست که ما در قله‌های معماری جهان بودیم. حتی اگر شما تأمل کنید کشورهای همسایه ما، حداقل 12 کشوری که در همسایگی ما یا در یک فاصله از کشور ما هستن، معماریشون تحت تأثیر معماری ایران بوده. از هند، تاج محل،
تا کشورهای آسیای میانه، تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی تا ایتالیا در فلورانس سانتا ماریا دل فیوره که با الهام از سلطانیه ما ساخته شد. در سفرنامه مارکوپولو او در 1292 در زنجان در سلطانیه روش ساخت این گنبد رو به دقت شرح کرده و این در سانتا ماریا دل فیوره کلیسای جامع فلورانس منبع الهام اونها شد برای ساختن اون کلیسای عظیم. بنابراین بدون تردید معماری ما یکی از پایه‌های در واقع شکوه و عظمت سرزمین عزیز ما ایران بوده و هست. امروز معماری در دنیا بسیار دچار تحولاتی شده. در قرن 20 سبک‌ها، الگوها، اندیشه‌ها و مکاتب بسیاری در معماری جهان مطرح شد. آثار اون هم در کشور ما در واقع بروز و ظهور داشت و معماری ما رو تحت تأثیر قرار داد. در همین زمانها بود که ما از اون اصالت و هویتی که در معماری گذشته بود قدری فاصله گرفتیم. شاید اگر نگن که من آدمی هستم که قُر میزنم و بدبینم، ولی میتونم بگم ورود تکنولوژی به بحث معماری برای شهرهای ما حداقل نمود ظاهری خوبی نداشت. شما وقتی میری میبینی توی منطقه‌ای، توی محلی، یه ساختمون نمای آجره، یه ساختمون نمای سنگه، یه ساختمون نمای رنگی داره، یکی کامپوزیته، یکی، یعنی اون جلوه بصری رو و اون آرامش رو از این طراحی نمیگیری. حالا اینکه چه سندی هست، چه چشماندازی هست، چه مسیری باید طی بشه تا این اتفاق رقم بخوره رو از زبان شما میشنیم، ولی من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی، هر وقتی میرم توی اون معماری های اصیل ایرانی احساس آرامش بیشتری میکنم. دقیقاً داشتم به همون بادگیرها توجه میکردم. الان تکنولوژی تهویه مطبوع رو داره تعبیه میکنه برای ساختمان ها و سازه های بلند خودش. اون زمان با دانش اون روز ما بادگیرها رو داشتیم، برای سرد کردن خونه ها خب قوس سقف رو داشتیم. یعنی این دانش و این تبحر و این مهارت رو ما من احساس میکنم، نمیدونم شما باید دقیق تر شد، یه مقدار راحت رهاش کردیم و گفتیم که نه، چون حالا تکنولوژی و عصر دیجیتاله، پس این شاید مطالبه جدید ما باشه. آیا این گزاره و حرفی که من میگم درسته یا نه؟ بله. ببینید، تکنولوژی یا فناوری حاصل پیشرفت‌های علم بشر و جهان امروز هست. ما حتما از فناوری‌های جدید، از تکنولوژی‌های نوین استفاده باید بکنیم، ولی اونها رو باید با حفظ اون هویت و اصالت در معماری و شهرسازی خودمون به کار بگیریم. به خوبی اشاره کردید، اون آرامش، اون هماهنگی، اون همسازی و همنوایی که در معماری گذشته ما بود، امروز متاسفانه شاهد اون نیستیم. این دلیلش اینه که ما از اون هویت، از اون اصالت، از اون ارزش‌هایی که در معماری ما بود فاصله گرفتیم. در معماری ما اصالت با انسان بود، نیازهای او، باورهای او، کیفیت زندگی او، اقلیم او، شرایط زندگی او. اگر ما این رو با عوامل دیگری جایگزین کنیم، ساختمان به عنوان یک کالا، به عنوان یک منبع در واقع اقتصادی تصور بشه، یا از اون در واقع هویت و اصالتی که بر اساس ضرورت‌ها و بر اساس ویژگی‌های انسان بود فاصله بگیریم، همون تفاوت‌هایی که شما فرمودید، نماهای متفاوت، ساختمان‌هایی که در اون شما آرامش، اون هماهنگی لازم رو نمی‌بینید و سیمای شهرهای ما و معماری ما تحت تأثیر اون قرار میگیره. ما این رو به حساب اینکه تکنولوژی چنین آثاری داشته یا در دوران عصر دیجیتال و هوش مصنوعی هستیم، مقصرش رو تکنولوژی یا عصر دیجیتال یا هوش مصنوعی نمیدونیم. این حاصل اون اندیشه است. اگر معماران ما در اندیشه خودشون به اون ویژگی هایی که ما در معماری گذشته خودمون داشتیم بپردازن و اون رو بروز کنن و با مصالح جدید، با تکنولوژی های جدید، با روش های ساخت جدید بتونیم همون ارزش ها رو حفظ کنیم، همچنان اون احساسی که شما اشاره فرمودید ما در بناها و ساختمان های ایران در طول تاریخ میبینیم، همین امروز هم میتونه محقق بشه و شکل بگیره. بسیاره. خب یه مقداری بیایم جلوتر. من یه عنوان کتاب از شما رو میخوام معرفی بکنم، رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان، که خیلی داره توجه میکنه به مبحث دیجیتال و حالا هوش مصنوعی و تأثیر اون در معماری و شاید دغدغه‌هایی که حالا شما هم اشاره فرمودید تو این حوزه ممکنه وجود داشته باشه. آیا هوش مصنوعی جای انسان رو در معماری خواهد گرفت؟ این سوالیه که شاید اولین سوالیه که به ذهن متبادر میشه.
هوش مصنوعی حاصل پیشرفت‌های علم و فناوری امروز جهانه. ما همچنان از هوش مصنوعی در همه عرصه‌های جامعه و زندگی میتونیم استفاده کنیم، اما هوش مصنوعی یک ابزار هست که در دست ماست. با اندیشه ما هوش مصنوعی میتونه به معماری، به شهرسازی، به مهندسی، حتی به شئون دیگر زندگی کمک کنه. این که فرمود آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزین انسان بشه؟ من بیش از 40 سال هست در زمینه هوش مصنوعی، آرتفیشال اینتلیجنس و اکسپرت سیستم ها کار علمی، تحقیقاتی و حتی تالیف کتاب دارم. همواره ما معتقدیم که هیچ هوش مصنوعی در هیچ شرایطی نمیتونه جایگزین انسان بشه. در مغز یک انسان بالغ نزدیک 60 تا 90 میلیارد نورون هست. این سلول های عصبی هر کدومشون اونقدر قدرتمندن که بزرگترین سوپرکامپیوترهای امروز جهان نمیتونه با یکی از نورون‌های مغزی انسان ها رقابت کنه. بنابراین هیچ چیزی هوش مصنوعی جای انسان رو نخواهد گرفت. اما هوش مصنوعی یک ابزار بسیار پرقدرت است که حتی در معماری میتونیم از اون استفاده کنیم. ما در ترسیم نقشه، در طراحی، در انتخاب انواع گزینه‌هایی که برای یک پروژه طراحی میکنیم، هوش مصنوعی ما سرعت بالاتر، دقت بیشتر و امکانات بسیار بزرگتری رو فراهم میکنه. اما در نهایت انسان هست که تصمیم میگیره و رقم میزنه و طراحی میکنه. بنابراین بله، رویکردهای نوین عصر دیجیتال و هوش مصنوعی که در همین کتاب هم به خوبی به اون پرداخته شده، بخشی از اون ابزارهایی است که امروز در اختیار ما قرار میگیره و به کمک اون ما میتونیم سریعتر، دقیقتر، کاملتر طراحی رو انجام بدیم. اما نهایتاً اون اندیشه معمار هست، نگاه او به زندگی، نگاه اون به کیفیت حیات انسانی است که میتونه یک معماری مطلوب رو با ابزارهای قدرتمندی که ما در عصر دیجیتال داریم برای انسان‌ها رقم بزنه و ما بتونیم فضای زندگی، فضای مطلوب در محیطی که انسان‌ها حضور دارن برای اونها طراحی کنیم و امکانی رو بدیم که انسان‌ها زندگی بهتری رو در اون فضاهایی که ما براشون طراحی می‌کنیم تجربه کنن. انشاءالله. بحث دیگه‌ای که میشه در موردش صحبت کرد اینه که معماری الان گسترده‌تر شده. با توجه به اینکه حالا دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف میتونن معماری بخونند، خب سابق بر این ممکن بود کمتر باشه این دسترسی‌ها. الان با این رشد و توسعه‌ای که اتفاق افتاده در حوزه آموزشی، ما مهندسان معمار زیادی داریم توی کشور. آینده معماری در ایران رو چطور شما پیش بینی می‌کنید؟ ببینید، ما در شرایطی که امروز هستیم، معماری و شهرسازیمون رو در اندازه‌ها و شایستگی‌های تاریخ خودمون، مردم خودمون و سرزمین خودمون نمی‌بینیم. متاسفانه اون تحولات در کشور ما در معماری هم تأثیرگذار بود، ولی امروز ما به آینده امیدواریم. من دانشگاهی به نام معماری و هنر پارس تأسیس کردم که در اون دانشگاه معماری و هنر پارس معماری ایران آنگونه که ما در گذشته تاریخ خودمون درش ارزش‌ها، هویت و اصالت رو می‌دیدیم، دوباره به دانشجویان آموزش بدیم. اونجا بهترین اساتید کشور این آموزش رو به دانشجویان میدن، ولی من این دغدغه رو در سایر نهادهای کشور هم به خوبی حس میکنم. یعنی از شورای انقلاب فرهنگی تا دانشگاه‌ها، تا سازمان‌های مثل نظام مهندسی، تا سایر ارکانی که در معماری و مهندسی و شهرسازی کشور تاثیرگذارند، این دغدغه رو دارن که ما چرا از اون معماری گذشته فاصله گرفتیم. به همین جهت چون امروز این ضرورت در ذهن جامعه تخصصی ما هست، از همون دانشگاه معماری و هنر پارس من ایجاد کردم تا سایر نهادها، به آینده معماریمون بیش از گذشته امیدوارم. یعنی امروز کاملا این رو حس میکنم که چگونه جامعه ما، حتی مردم ما، خود جناب عالی اون یک متخصص مطالبه کننده یک معماری با هویت، با اصالت هستید. بدون تردید این در نهادهای دانشگاهی، در فضاهای تخصصی تاثیرگذار خواهد بود و من با توجه به اون نگاهی که امروز در سطح کلان جامعه و در جامعه تخصصی معماری میبینم، امیدوارم به سمت یک معماری مطلوبتر و دقیقتر و کاملتر در آینده پیش بریم انشاءالله. یه بحثی که این روزها نه فقط در ایران، در همه جای دنیا مطرحه، بحث توجه به منابع طبیعی و انرژی.
نقش اصلی و سازنده رو معمار میتونه برای کنترل و بهبود کیفیت مصرف انرژی داشته باشه، حالا در یک ساختمان شخصی یا در یک برج و سازه آسمان خراش و بلند. یعنی اون معمار میتونه تصمیم بگیره که این انرژی ها چقدر درست مصرف بشه، چقدر محدود باشه، چقدر وسیع باشه. تو این حوزه هم با توجه به اینکه حضرت عالی به هر حال جزو صاحب نظران باشگاه انرژی ایران هستید و تو این حوزه هم سالها فعالیت داشتید، میخوام که از زبان شما هم شنونده باشیم نقش معماری برای کنترل مصرف بی‌رویه انرژی در سازه ها. به خوبی اشاره فرمودید که ما در کشورمون بیش از 40% انرژی رو در ساختمان ها مصرف میکنیم. امروز که ما در شرایط خاصی هستیم و ناترازی انرژی در جامعه رو شاهد هستیم، بیشترین جایی که میتونه بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مصرف بهینه اون تأثیرگذار باشه معماری و ساختمان هاست. من در کلاس ها به دانشجویان میگم که اگر ما بتونیم فقط 25% در ساختمان ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، 10% مصرف انرژی کشور رو بهش کمک کردیم و تمام مشکلات ما در موضوع انرژی و در مسئله انرژی قابل حل هست. همونطور که فرمودید ساختمان ها، معماران ما، مهندسان ما و حتی بینندگان عزیز برنامه صبح بخیر ایران میتونن واقعا در این جهت بسیار کمک کنن که ما در بحث انرژی به اون بهینه شدن مصرف انرژی بپردازیم. من حدود 20 سال پیش رشته به نام معماری و انرژی ایجاد کردم. شاید 10 کتاب از اون 80 چند جلد کتاب ما مربوط به همین حوزه معماری و مباحث ساستینبیلیتی که به فارسی ما به اون میگیم پایداری، یعنی چگونه محیط زیست رو سالم تر حفظ کنیم، چگونه باعث تخریب محیط زیست نشیم، چگونه جلوگیری کنیم از تولید گازهای گلخانه‌ای، گازهای کربونیک و چگونه انرژی رو به بهترین نحو در ساختمان مصرف کنیم. مثالی که در مورد بادگیرها گفتم، در جهان امروز یکی از نشانه‌های افتخار مردم ماست که در گرمای 40 درجه شهری مثل کاشان و یزد با بادگیر ما میتونیم به شرایط آسایش در داخل ساختمان برسیم بدون هیچ انرژی الکتریکی یا مکانیکی یا شیمیایی. بنابراین کاملا درست فرمودید، معماری و ساختمان و معماران میتونن بسیار در بحث انرژی تاثیرگذار باشند، چه در دوران ساخت و چه در دوران بهره برداری ساختمان. خب باز ما در همین زمینه در دانشگاه ها الان کارهای زیادی انجام میدیم. من غیر از اون رشته معماری انرژی که ایجاد کردم که الان در دانشگاه معماری هنر پارس تدریس میشه، رشته معماری پایدار ایجاد کردم. یعنی چگونه ما با معماری درست هم انرژی رو به نحو بهینه مصرف کنیم، هم کاهش آثار سوء زیست محیطی رو باعث بشیم. در همون دانشگاه معماری و هنر پارس به نحو جدی در انتشار کتاب‌ها، در تدریس درس‌ها و در رشته‌ها به این حقیقت می‌پردازیم که چگونه ما در ساختمان‌ها به عنوان معماران و مهندسان میتونیم باعث بشیم که در کشور ما بحث انرژی و اون مشکلات امروز به نحو مؤثری کاهش پیدا کنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب گلابچی. باعث افتخار بود که توی برنامه صبح بخیر ایران در کنار شما بودیم. یکی از نوابغ حوزه معماری کشور و دنیا و اینکه شما اینقدر علاقمند هستید و با ارق کامل نسبت به این معماری اصیل و ماندگار ایرانی دارید حرف میزنید، تو همایش‌های بین‌المللی حضور پیدا میکنید، از نماد معماری ایرانی صحبت میکنید. این واقعا جای افتخار برای همه ما. آرزوی سلامتی میکنم براتون و انشالله که همیشه مستدام و سربلند باشید. منم از شما و شبکه یک و برنامه بسیار خوب صبح بخیر ایران تشکر میکنم که به مناسبت روز معمار به موضوع بسیار مهم معماری و شهرسازی پرداختید. امیدوارم مردم عزیز ما هم از این برنامه برای رسیدن به یک معماری مطلوبتر، یک فضای با آرامش در زندگی و یک شهر زیباتر حتما بهره مند بشن و دست پیدا کنن انشالله. خیلی ممنون. من عذرخواهی بکنم اگر وقتی تخصص من در حوزه معماری اونقدری نبود که بتونم سوالات بهتری بپرسم، از شما عذرخواهی بکنم. بسیار سوالات خوب دعوت بکنم. زنده باشید آقا، بزرگوارید. دعوت بکنم که بینندگان عزیز همچنان همراه ما باشید اینجا صبح بخیر ایران.